نقلنامه خدمت‌رسانی‌های گفتگوهای تلفنی و هم اینترنت در تاجیکستان شروع از 27 مارس سال روان طور خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در یک سند مخصوص به نشر رسانده است از نو بالا برده می شود و طور در این فرمایش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که این سند به تازگی به دست دفتر رادیو آزادی هم نیز رسید گفته می شود که برای زنگ‌های خدمت‌رسانی علاقه بین‌المللی و خدمت‌رسانی علاقه‌های بین‌المللی وارداتی با استفاده از NGN و دیگر خدمت‌رسانی‌های تلفنی که در حال حاضر 18 درم برابر میباشد به 94 درم رسانیده می شود که یعنی می شود گفت که تقریبا به یک سامانی برابر کرده می شود و طور در این تعرفه هایی که خدمات ضد انحصاری تاجیکستان تعیین کرده است همچنین خدمت‌رسانی ها و گفتگوهای تلفنی که در حال حاضر 10 درم می باشد به 74 درم برابر کرده می شود یعنی در همه نمودهای خدمت‌رسانی های گفتگوهای تلفنی و اینترنتی تا 3 مراتب نرخ بالا برده می شود و سبب این را یعنی که خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در این سندی که مفصل درباره هر یک نکته های بالاروی نرخ ذکر کرده است شرح نداده است اما یک سوال اصلی که ضمن مطالعه این متن خدمات ضد انحصاری در ذهن آدم پیدا می شود که چرا در اینجا گفته شده است که این همه بالاروی نرخ خدمت‌رسانی ها چی برای اینترنت چی برای تلفن های گفتگوهای داخلی و بین المللی تنها به شرکت های دیگری رسمی تاجیکستان تعلق دارد به استثنای شرکت تاجیک تلکام. کارشناسان ساحه مذکور میگویند که هدف این از نو باز هم بیشتر کردن نفوذ تاجیک تلکام یک شرکت رسمی دولتی موبیلی تاجیکستان می باشد.